درود بیننده عزیزی رادیو آزادی و به همه آنهایی که دیگر باره برای تماشای سرخط خبرهای تاجیکستان و جهان به رادیو آزادی پیوستند به صفحه ویژه رادیو آزادی در یوتیوب آزادی ویدیو و تشکر میگویم که بازم 5 دقیقه خود را برای ما جدا میکنید تا اینکه بدانید در دنیا و تاجیکستان چی میگذرد. ضمناً خبرها خیلی زیاد هستند و فکر میکنیم برای شما نیز این خبرها جالبند و حالا با وقتی پراگ ساعت رسو 10 است و من با شما بعد از 3 ساعت دیگر بازم در پخش مستقیم برنامه خبری رادیو آزادی وام میخورم و در اونجا بعداً تفصیلات و گزارش‌های مربوط به این خبرها رو برای شما پیشنهاد خواهم داشت. اما تا شروع برنامه خبری ببینید که چی خبر و گزارش‌های مهم داریم. اگر گناه دلاور گولوف اثبات شود با او زندان تهدید میکند. منابع رادیو آزادی میگن نسبت پسر گل شیرالی سابق وزیر انرژتیک تاجیکستان دادستانی عیب را اعلان کرده است. دلاور گولوف در لطوکوبی کارمند ریاست جنایت‌های متشکل یا به طور دیگر اوباب متهم است. خود حادثه 2 هفته قبل رخ داد و همکاران ما بعضی از تفصیلات نوی این قضیه رو پیدا کردند و در برنامه برایتان خواهم گفت. تمرین بدون آگاهی و یا چگونه سربازان پایگاه نظامی روسیه ساکنان دهه را در ارمنستان به دهشت انداختند. تیرپرانی در میان ده و در روز روشن باعث آن شد که مردم دهه به تهلکه بیفتند و پیش روی سربازان را بگیرند. عملیات بدون آگاهی با چه انجامید؟ گزارش را در این باره میتوانید در برنامه خبری بعد از کمتر از 3 ساعت دیگر تماشا کنید. تعطیل تیرماهی و بهاری را به مکتب‌های تاجیکستان برمیگردانند. در این باره امروز در نشست خبری نمایندگان وزارت معارف کشور خبر دادند. اما متوجه باشید سال تحصیل دیگر در مکتب‌های تاجیکستان نه 25 می یا اینکه 7 ایون بلکه به احتمال زیاد 14 ایون پایین خواهد یافت، یعنی 1 هفته دیرتر. این هم در حالی است که آخر ماه می امسال بیش از 600 پدر و مادر با ارسال یک نامه به حکومت کشور خواستار برگرداندن زنگ آخر به روز 25 می شده بودند. آنها از طولانی بودن سال تحصیل که بدون استراحت در موسم تیرما و بهاری و در گرمای تابستان تا 7 ایون ادامه میکرد نگرانی نموده بودند و شما میتوانید بیننده عزیز تفصیلات این خبر رو در سامانه ما www.azadi.org هم پیدا کنید. بعد از گفتاری مردان خاتمه دید. یک گروه از زنان به شهردار دوشنبه مراجعت کرده و درخواست نمودند که جزا برای آزار زنان را سخت‌تر کنند. با گفته این زنان به اصطلاح گپارتویی و دغل گفتاری مردان و پسران در خیابان‌های شهر تا حد آنها را به تنگ آورده است که نمیتوانند آزادانه گشت و گذار کنند. بحث مجازات جوانان برای گپارتوفتن به سوی دختران در حال داغ می شود که حقوقشناسان میگن اثبات این جرم خیلی مشکل و در اکثر حالت تقریبا غیر امکان است. خود زنان و مردان در رابطه با گپارتویی در کوچه های دوشنبه چی میگویند؟ همکاران ما یک گزارشی آماده کردند و پیشنهاد میکنیم که در برنامه خبری همراه با ما این گزارش را تماشا کنید. سرنوشت مهاجر تاجیک ناپدید شده معلوم شد. دادستانی ولایت سوغد میگوید عبدالشکور حکیمов شهروند تاجیکستان که تحت جستجوی جنایی قرار داشته است از مسکو روسیه طریق استرداد به خوجند یعنی محل زیست قبلیش آورده شده است. اگر شما در خاطر داشته باشید هفته پیش پیوندان عبدالشکور حکیمov درباره ربوده شدن این مهاجر از مسکو خبر داده بودند و ما 2 روز پیش در این باره گزارش همکارانمون را از نستایش فرمی برای شما در این زمینه پیشنهاد کرده بودیم و تفصیلات این خبر رو شما میگونه میتونید در برنامه خبری ما پیدا کنید و البته خبر و گزارش‌های زیادی دیگر هم همکاران ما پیگیری دارند و تا این لحظه این خبرها رو در سامانه ما www.azadi.org گذاشتند. از جمله درباره یک صدمه مرگبار بازم در شهرهای دوشنبه چنوق که این بار به اصطلاح فور راننده‌اش رو خوابش برده است و به صدمه دچار شده است و این ماشین گفته می شود که حامل آرماتورا بوده است و بازم خبرهای زیادی دیگر هم داریم. از جمله درباره جستجو شدن یک خانواده در نویه رودکی که پیوندانشان به رادیو آزادی مراجعت کردند که میگویند یک زن همراه 3 کودکش بعد از جنجال با شوهر از خانه سحر برآمده و 12 ایول برآمده است و تا کنون بی‌درک است و از بینندگان آزادی و همچنین از کاربران آزادی خواهش شده بود که اگر در پیدا کردن این زن برایشان کمک کنند آنها
миннатдор мешаванд. акси ин занро шумо метавонед дар вебсайти мо ҳам бубинед. албатта аксҳои фарзандони онҳоро низ барои мо пайвандонашон фиристоданд, аммо бинобар ахлоқӣ будани ин масъала мо ин аксҳои кӯдаконро дар сомонаи худамон ҷой надодем ва видеоҳои бештар аз инро ҳам дорем дар озодӣ видео, канали махсуси мо дар радиои озодӣ ки онҷо мо ҳар гузориши видеое ки ҳаст мо ҳамзамон барои шумо пахш мекунем ва фаромӯш накунед ки хабарҳои бештарро шумо метавонед дар барномаи хабарӣ ки баъд аз 3 соати дигар дар пахши мустақим пешниҳоди шумо мешавад бишнавед ва тамошо кунед. ман шуморо баъд аз камтар аз 3 соати дигар, яъне соати 1 ба вақти Прага мунтазир мешавам.